سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com. این چه مملکتی است که دنیا در مقابل کمونیسم مجهز به جت و موشک قاره پیما می شود، ولی دولت ما می خواهد جشن آتش پرستی در این مملکت که متعلق به علی علیه السلام است برگزار کند. دنیا به ما می خندد. پایان نقل قول. نطق فلسفی واعظ معروف 22/4/1338 شمسی. اذیت و آزار و کشتار زرتشتیان از همان اوائل ورود اعراب فاتح به ایران آغاز شد. ایرانیان زرتشتی که حاضر به پذیرش اسلام نبودند، به اجبار وطن آبا و اجدادی خود را ترک کرده راهی هندوستان شدند. چگونگی مهاجرت زرتشتیان به هند به دلیل در دسترس نبودن مدارک کافی در پرده‌ای از ابهام مانده است. حدود 200 سال قبل محققین اروپایی تحقیق درباره عقاید و افکار زرتشت را که به قول مری بویس حکیم افسانه‌ای شرق بود شروع کردند. درباره وضعیت زرتشتیان در دوران صفویه و قاجاریه مدارک اندکی در دست است. پیترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی، درباره زندگی زرتشتیان در دوران صفویه می‌نویسد: اکنون به گبرها بپردازیم. چندی قبل از محله مجزای آنان بازدید کردند. خانه‌هایشان کوتاه و یک طبقه اند و متناسب با فقر ساکنان آن عاری از هر گونه تزیین می باشند. از این بابت با خانه‌های بسیار زیبا و متناسب جلفا تفاوت دارند، چون گبرها مردمانی فقیر و بدبختند، حداقل ظاهرشان که این گونه نشان می‌دهد. آنها هیچ تجارتی ندارند، بلکه تنها کارشان کشاورزی است و خلاصه افرادی هستند که معاش خود را با کد یمین و عرق جبین تأمین می‌کنند. همگی یک نوع لباس می‌پوشند. رنگ لباسشان هم با یکدیگر تفاوت نداشته و آجری است. پایان نقل قول. تعداد زرتشتیان که در زمان صفویه به حدود 1,000,000 نفر تخمین زده میشد، در دوران قاجاریه بر اثر فشارها و مهاجرت آنان به هند به 7,000 نفر کاهش یافت. در دوران قاجار در ایران زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. عمامه خود را به جای تا کردن باید گره بزنند و کلاه آنها باید پاره، کفش‌های آنها باید زشت باشد و مچ پای آنها را بگیرد. شلوارهای آنها باید گشاد و کوتاه تا زانو باشد. زرتشتیان در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلیه آن روز را نداشتند. آنها حق داشتن مغازه و یا تجارتخانه در بازار نداشتند و حد اکثر می توانستند پنهانی در خانه و یا در کاروانسرا به کار تجارت بپردازند. در آن زمان اگر زرتشتیان به شهر می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد و الا تنبیه می شدند. شاه عباس دوم به سالهای 1033 تا 1073 هجری قمری مطابق با 1624 تا 1667 میلادی حدود 3000 خانوار از گورها داخل پرانتز
اصطلاح توهین‌آمیز برای زرتشتیان پرانتز بسته را از یزد و کرمان به اجبار به شهرکی کنار اصفهان کوچ و در خانه‌های محقری سکنا داد و از آنها به عنوان کارگر در مزارع و کارگاه‌های رنگرزی و بافندگی بهره می‌گرفت. در زمان سلطنت شاه سلطان حسین وضع زرتشتیان اسفناک‌تر شد. او دستور داد که زرتشتیان را مسلمان کنند. یک کشیش مسیحی به نام مری بویس که شاهد اقدامات خشونت‌آمیز در اجرای این فرمان بود می‌نویسد: پرستشگاه‌های زرتشتیان را ویران کردند. شمار بسیاری از گبرها را به تهدید با شمشیر به پذیرش اسلام واداشتند و خون آنان که امتناع می‌کردند رودخانه را رنگین ساخت. شمار اندکی گریختند و خانواده‌هایی که هنوز در منطقه یزد زندگی می‌کنند از تبار همین فراریانند. پایان نقل قول. زرتشتیان در دوران قاجار. به گفته آدمیت در دوران قاجار تنها سیاستمداری که در رعایت حقوق مدنی زرتشتیان اقداماتی کرد میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه مقتول به سال 1268 هجری قمری بود. امیرکبیر در نامه‌ای به حاکم یزد او را به رعایت حقوق زرتشتیان فراخواند. امیرکبیر در نامه مورخه ذی‌الحجه 1265 به نایب الحکومه یزد می نویسد: از آنجا که رفاهیت طایفه مزبوره را این جانب طالب است می باید آن عالیجاه در هر باب مراقب و مواظب باشد که احدی به ملا رستم و کسان او به هیچ وجه من الوجوه متعرض و مزاحم نشود، چون در زمان فترت گروهی به خانه مجوسان ریختند، مبالغی اسباب و اموال آنها را به نهب و غارت بردند. پایان نقل قول. تلگراف مأمورین مرزی بوشهر به تهران به تاریخ 19 آذر 1300 شمسی وضعیت زرتشتیان در ایران را به خوبی نشان می‌دهد. به تازگی قریب 70 نفر پارسیان یزدی از پریشانی و اسرت به عزم مهاجرت به هندوستان به تحصیل معاش به بوشهر آمده‌اند، چون اینجا از خروج آنها مانع شده و خاطر مبارک را مطلع می‌دارم که هر طور مقرر فرمایند رفتار شود. مسلم است این قبیل مهاجرت‌ها از راه استیصال و فقدان مسائل سیاسیه است. اگر بایستی جلوگیری شود تعلیمات لازمه به حکام محلی صادر فرماید، وسائلی ایجاد گردد که از محل حرکت نکنند و الا پس از آمدن به بوشهر ارجاع آنها فوق‌العاده دشوار است. چنان که این عده فعلا در بوشهرند در غایت فقر و پریشانی. اگر دولت تصمیم فرمایند که از مسافرت به هند ممنوع بشوند، ناچار برای مخارج عودت آنها به داخل مبالغی به آنها باید پرداخت فرماید و الا امکان مراجعت ندارند. مستدعی است تعلیمات فوری صادر شود. 19 قوس نمره 1037 مشارالدوله. مهر تلگراف خانه مبارکه. پایان نقل قول. مهاجرت زرتشتیان به هند در زمان قاجاریه افزایش یافت. مانکیجی یک تاجر زرتشتی ساکن هند که از سوی انجمن زرتشتیان هند مأمور رسیدگی و کمک به زرتشتیان ساکن ایران شده بود، در گزارش تکان دهنده‌ای که به سال 1270 هجری قمری مطابق با 1854 میلادی به دوران سلطنت ناصرالدین شاه به انجمن می‌دهد، تعداد زرتشتیان را در یزد 6658 نفر، در کرمان 450 نفر و در تهران 50 نفر تخمین می‌زند. در همین زمان
تعداد زرتشتیان بنبئی به بیش از 110,000 نفر و تعداد زرتشتیان ساکن هند به بیش از 150,000 نفر رسیده بود. مانکیجی ساکن هند و تبعه دولت انگلیس بود و به همین دلیل در مأموریت خود در ایران از کمک سفارت انگلیس برخوردار بود. مانکیجی با میرزا حسین مشیرالدوله سپهسالار از دورانی که سپهسالار سرکنسول ایران در بنبئی بود آشنایی داشت. مانکیجی در ایران کوشید تا وضعیت زرتشتیان را سر و سامان دهد. برخی عبادتگاه‌ها و آتشکده‌ها را تعمیر کرد و دخمه‌هایی برای اموات ساخت و از همه مهمتر برای زرتشتی‌ها مدارسی تأسیس کرد. مانکیجی به دلیل علاقه به تماس با همه گروه‌ها در عراق با بابیان و بهائیان و رئیس آنها میرزا حسین علی نوری بهاءالله نیز در تماس بود. مانکیجی برای خنثی کردن تحریکات روحانیون با مرجع عام وقت حاج شیخ مرتضی انصاری که ساکن عراق بود تماس گرفت و در نامه‌ای با طرح 14 پرسش کوشید تا نظر مساعد او را نسبت به خوشرفتاری با زرتشتی‌ها جلب کند. شیخ در اقدامی شجاعانه بی‌حرمتی و اذیت و آزار زرتشتیان را ممنوع کرد، اما اخذ جزیه از آنها را مجاز دانست. جزیه مالیاتی مضاعف و کمرشکن بود که پیروان مذهب مجاز یهودی، مسیحی و زرتشتی علاوه بر مالیات معمول مجبور به پرداختن آن بودند. مانکیجی در نامه‌ای به ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان از او تقاضای لغو حکم جزیه را کرد که مورد قبول واقع نشد. جزیه سالیانه زرتشتیان در زمان ورود مانکیجی به ایران در سال 1270 هجری قمری برابر با 1854 میلادی 9375 ریال و در تیول معتمدالدوله وزیر عدلیه بود. تیول دادن منابع درآمدهای کشور از شیوه‌های رایج در دوران قاجار بود. شاهان قاجار ایالات، زمین‌ها و منابعی چون گمرکات و غیره را در ازای دریافت مبلغی به نزدیکان خود واگذار و دست تیولدار را در کسب درآمد در حوزه تیول او آزاد می‌گذاشتند. تیولداری جزیه زرتشتیان پس از معتمدالدوله به میرزا سعید خان انصاری وزیر خارجه واگذار شد. زرتشتیان ایران از پرداخت جزیه ناتوان بودند. انجمن زرتشتیان هند جزیه همکیشان ایرانی خود را می‌پرداخت. بعد از 21 سال فعالیت مداوم مانکیجی و دخالت سفرای کشورهای اروپایی چون کنت دوگوبینو سفیر فرانسه و تامسون سفیر انگلیس و کمک‌های امام جمعه کرمان به نام سید جواد، بالاخره ناصرالدین شاه جزیه زرتشتیان در ایران را در سال 1290 هجری قمری برابر با 1882 میلادی لغو کرد. بدرفتاری با زرتشتیان حتی در دوران سلطنت رضاشاه که دست روحانیت شیعه را تا حد زیادی کوتاه کرده بود ادامه یافت. در سال 1314 شمسی یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هندوستان بود برای ملاقات پدر و مادر خود همراه با زن و فرزند خود به یزد می رود. شبانه عده‌ای به منزل خدابخش رفته و به سرپرستی قصابی به نام عباس دختر او را با مقداری از اموال دزدیده و شهرت می دهند که دختر مسلمان شده است. شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن دانشپژوه بانوان زرتشتی یزد 22 فروردین 1314 شمسی به ارباب کیخسرو نماینده زرتشتیان در مجلس متوسل می شود و در نامه‌ای خطاب به او می نویسد:
نیمه شب 20 فروردین 1314 قصاب محل با 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد وارد منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می شوند. زن و فرزندان را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او که صاحب شوهر و فرزند بوده است با خود می برند که او را مسلمان کنند. پایان نقل قول. در اثر کوشش‌های خدابخش و نماینده زرتشتیان در مجلس، کار به دادگاهی در تهران محول می شود. داور وزیر دادگستری پیرنیا را مأمور رسیدگی به پرونده می کند. او اعلام می کند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده است و چون زرتشتی بوده طلاق از شوهر اول او لازم نیست. در یزد رجب علی نامی در سال 1296 قمری یک زرتشتی را به قتل می‌رساند. بعد از شکایات متعدد انجمن‌های زرتشتی به مقامات، دولت به قاتل مسلمان دستور می‌دهد که دیه خون مقتول نصف دیه خون یک مسلمان را پرداخته و آزاد شود. اعتضادالدوله در جواب نایب السلطنه می‌نویسد در فقره دیه که مقرر شده به ولی مقتول باید برسد، دیه شرعی رشید زرتشتی به طوری که علمای اعلام تشخیص داده اند 40 تومان است. حال مقصود خاطر مبارک هرچه هست تعیین مبلغ را مقرر دارند که اطلاع حاصل شده قرارش داده شود. پایان نقل قول. در کرمان بین سردار نصرت داخل پرانتز میرزا حسین خان عدل‌السلطنه پرانتز بسته و شاهزاده جلال الدوله کدورتی رخ می‌دهد. 2 زرتشتی به نامهای مهربان و جمشید کشته می‌شود. اگرچه سردار نصرت می‌توانست قاتل را توقیف کند، اما از توقیف قاتل خودداری کرد تا شاهزاده جلال الدوله را به زحمت و بدنامی افکند. پایان نقل قول. تلگراف زیر نشان می‌دهد که زرتشتیان به چه حد از آزار اوباش رنج می‌بردند. تلگراف از یزد به تهران، جمادی الثانی 1332. مقام منیع وزارت جلیله داخله شیخ جعفر سبزواری به واسطه انزجار قلوب عامه همکنون 2 مرتبه از یزد تبعید شده و باز مراجعت کرده. این اوقات تأسی به اعمال سابق خود کرده، تمام رفتار و اقدامات او در یزد مخالف با ترتیبات حکومت است. مخصوصاً نسبت به جماعت زرتشتیان فوق‌العاده بدرفتاری می کند. پایان نقل قول. اردشیر جی در 4 رمضان 1335 در نامه‌ای به وزیر داخله از او تقاضا می کند که شخصی به نام محمد را که در یکی از دهات یزد زندگی می کرد به جرم خفه کردن یک کودک 8 ساله زرتشتی به نام اردشیر مجازات کند. در مناطق کم آب و خشک ایران آب باران در آب انبارها ذخیره میشد، اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارهای مورد استفاده مسلمین را نداشتند. سند زیر نشان می‌دهد که محروم کردن اقلیت‌های مذهبی از آب آشامیدنی امری مأمور بوده و حتی نهادهای دولتی بر اجرای آن نظارت داشتند. وزارت داخله تلگراف رمز به یزد در سال 1338 قمری حکومت جلیله یزد راپورتی راجع به آب خوردن یک زرتشتی از سقاخانه رسیده. تفصیل چه بوده؟ از طرف جناب عالی چه اقدامی شده است؟ راپورت قضیه را به مقام منیع ریاست وزراء اعظام دامت عظمته قبلا عرض کرده است. لباس زرتشتیان نیز باید آنها را از مسلمانان متمایز می‌کرد. لباس زرتشتیان قبا، تنبان گشاد و کلاه نمدی
تعیین شده بود. ارباب کیخسرو از رهبران جامعه زرتشتی در سال 1336 لباس شاگردان مدارس زرتشتی با لباس مدارس عمومی کشور یکسان کرد. عده‌ای از روحانیون این عمل را خلاف شرع و تجاوز به حقوق مسلمین دانسته و آشوبی برپا کردند. بچه‌های زرتشتی در حین گذر از کوچه و بازار با اذیت و آزار روبرو می‌شدند و لباس‌های آنها را پاره می‌کردند. انجمن زرتشتیان تهران در محرم 1339 هجری قمری مطابق با 1921 میلادی در نامه‌ای به وزارت داخله با اشاره به حق آزادی انتخاب پوشش نوشت که زرتشتیان یزد لباس رسمی دیگر مدارس ایران را برای دانش آموزان زرتشتی انتخاب کرده‌اند. در این اوقات یک مسلمان زنی زرتشتی را کتک می‌زند و چون نظمیه در صدد بازداشت ضارب برمی آید، شیخ عباس نام معروف به مرشد عده‌ای را همدست خود کرده اجتماع نمودند که اطفال مدرسه زرتشتی نباید مثل بقیه لباس بپوشند. کاظم یزدی از ملاهای یزد در تلگرافی خطاب به نماینده کرمان در مجلس و وزیر داخله می نویسد: مکرر عرض شد نمیدانم به چه داعی و نظر ناگهانی زرتشتیان یزد لباس و وضع و سلوک سابق خود را تغییر داده و از جهت عدم امتیاز و اشتباه آنها به مسلمین موجبات مشقت مسلمانان فراهم در امر نجاست و سایر احکام اسلامی و نظر به حالیه مملکت حتی المقدور تحمل نمودیم، چون از حد گذشت خدمت رؤسای حجج الاسلام متوسل و با فرمایش معظم الیهم در عود آنها به لباس و زی خود اطاعت نکردند. لذا محض عسر و حرج در امر نجاست و سایر احکام مذهبی ناچاریم ترک معاشرت و معاملات با ایشان نماییم. پایان نقل قول. روحانی دیگری به نام آقا سید یحیی مجتهد یزدی توصیه می کند: من صریحاً می گویم همان روز که ملا عبدالکریم وکیل دوره اول یزد به جهت وداع نزد من آمده بود، آخرین کلمه حرف من با او این بود که به سلامتی بروید تهران و نگذارید زرتشتی ها غالب شوند، زیرا میشنوم یکی از فصول قوانین مجلس مسئله مساوات است. باید در یزد زرتشتی خفیف و خوار باشد. بروید به تهران و به اهل مجلس حالی کنید که یزد سوای سایر بلاد است. مثلا میشنوم در شهرهای داخل زرتشتی ها سوار بر اسب و قاطر و الاغ میشوند، البسه فاخر میپوشند، کلاه بر سر میگذارند. این کارها برخلاف شرع است. زرتشتی باید قبای کرباس بپوشد، عمامه کرباس بر سر بگذارد اگر متمول است و الا فلا. پایان نقل قول. تلگراف از یزد به تهران 26 میزان 1299 مقام محترم ریاست وزرای اعظام. بر حسب تکلیف اسلامیت و ایرانیت عرضه می داریم که خوب است مقرر شود حضرات زرتشتی ملبس به لباس قدیم خود بوده در این انقلاب عالم مخصوصاً ایران اسباب بی‌نظمی نشوند. انجمن طلاب یزد. اداره تلگرافی دولت علیه ایران. تلگراف از یزد به تهران، نمره 637، تاریخ 28 میزان 1299. تهران، سرای خدایی، توسط یزدی، مقام منبع وزارت جلیله داخله شوکته برسد.
بستن زرتشتیان یزد این اوقات عمامه سادات فاطمی و پوشیدن لباس مسلمین و از دست دادن امتیازات لباس خود و اختلاط آنها به مسلمین و مشتبه شدن به یکدیگر و عدم امتیاز آنها و ابتلای مسلمانان از جهت احکامات تکلیفی مثل نجاست و طهارت و ترویج و معاملات و غیره در مشقت افتادن مسلمین کراراً شکایت نموده و استدعا نمودیم به عودت آنها به وضع سابق خود. التفاتی به عرایض مسلمین نشده، در صورتی که با این وضع حالیه ناچاریم در ترک معاملات و معاشرات برای حفظ احکام و تکالیف اسلامی خود و این ابتلا و شکایت مستند به شخصی دون شخصی نیست که زرتشتیان اظهار داشته، بلکه تمام مسلمین یزد مبتلا و گرفتار و شاکی هستید و امر به عودت آنها به لباس سابق معمولی خود استدعا دارید. اهالی یزد، صدر الشریعه آقا طاهر ضیاء شیرازی، شیخ مهدی تهرانی، شیخ مهدی تهرانی زاده، داخل پرانتز اسامی حدوداً 70 نفر دیگر. مهر تلگرافخانه مبارک. وزارت داخله 31 میزان 1299 تلگراف به یزد. علی ای حال در این باب به حکومت جلیله یزد تعلیمات لازمه داده شد ترتیبی اتخاذ نمایند که هم مسئله تمایز منظور و هم سلب آزادی از آنها نشده اثرات سوئی در انظار داخل و خارج ننماید. پایان نقل بود. بعد از جنگ و جدال بسیار که در آن از دولت کاری بر نمی آید، همان آقای سید یحیی مجتهد به احتمال پس از گرفتن رشوه فتوا می دهد که با زرتشتیان می شود معاشرت و معامله کرد و مشکل حل می شود. دولت که خود از حل مشکل عاجز بود برای حل مسئله از سید یحیی تشکر می‌کنم. از حسن نیت جنابان مستطابان عالی بوده که قائل به همین جا ختم شده و مشکلات دیگری پیش نیامده است. انتظار می رود با همان حسن نیت و علو مقام خودتان که مخصوص علمای اعلام است بذل مساعی بفرمایید که این قوائل تجدید نشود. در سال 1300 هجری شمسی انجمن ناصری زرتشتیان کرمان و انجمن ارامنه کرمان در تلگرافی که به ریاست وزرا به تهران می‌فرستند از فجایعی که عده‌ای از اوباش در کرمان نسبت به زرتشتیان می‌کنند پرده برمی‌دارند، اما حاکم محلی از ترس روحانیون برای جلوگیری از تجاوز مسلمانان به هموطنان زرتشتی و مسیحی خود گامی بر نمی‌دارد. ماشاءالله نامی کارمند بانک یک کودک زرتشتی را در ملأ عام کتک می‌زند. رئیس بانک قصد اخراج او را از بانک داشت، اما روحانیون شیعه مانع می‌شوند. ماشاءالله که جسورتر شده بود گروهی از اشرار گرد می آورد و متعرض زنهای این طایفه شده عنفاً به محلهای خلوت برده و هرچه می خواستند از اعمال شنیع مجری می داشتند. او که اینک آخوندها را پشتیبان خود می یابد گروهی از لاتهای محله را جمع می کند، در نهایت یک پرستار ارمنی را می کشد و به خانه‌های زرتشتیان حمله می کند. تلگراف از کرمان به تهران تاریخ 14 سور 1300 توسط وزیر جلیله داخله مقام منیع ریاست وزرای عظام دامت شوکته. تلگراف محترم نمره 2228 زیارت پس از اقداماتی که در کشف قتل
نرسس ارمنی به عمل آمد، ماشاءالله گماشته بانگ و 4 نفر همدستانش دستگیر و استنطاق شدند. معلوم شد شب وارد خانه مشارالیه شده، خواهرش که 10-12 ساله بوده از رخت خواب رو بوده و قصد داشتند بی سیرتش نماید. نرسس به دست ماشاءالله مقتول و برادرش سخت مجروح می شود. به اقرار و اعتراف خود ماشاءالله چند سال است ارتکاب به این قبیل جنایات و هتک نوامیس مردم خصوصاً زرتشتی ها را شغل خود قرار داده و تاکنون از چندین دختر زرتشتی بکارت برداشته است و چند شب قبل از اینکه نرسس را مقتول سازد با همدستانش 2-3 شب متوالیاً به خانه‌های زرتشتی رفته و به نوامیس آنها دستاندازی کرده و مهربان خیاط را چند زخم مهلک زده است. در این هفته اخیر به کلی امنیت را از شهر سلب نموده بود و تمامی اهالی مشغول کشیک نوامیس خود بودند که به حمدالله با جدیتی که به عمل آمد آنها دستگیر و اسباب روسفیدی بنده فراهم گردید. با کمک همدیگر ماشاءالله را از استخدام خارج نمود و مجلسی از محترمین و رؤسای ادارات دولتی تشکیل دادم. با حضور آنها از مشارالیه استنطاق به عمل آمد. ارتکاب به این قتل و سایر جنایات عدیده را اعتراف نموده و به هیچ وجه انکار نداشت و محکوم شد. صورت استنطاقات او با پست ارسال حضور محترم می شود و خود او برای عبرت اشرار و جنایتکاران و حفظ امنیت و نوامیس مردم قبل از ماه مبارک رمضان به مجازات خواهد رسید. محض استحضار خاطر محترم معروض داشت 14 سوره نمره 720 جعفرقلی بختیار. مهر تلگراف خانه مبارکه. تلگراف از کرمان به تهران به مقام منیع ریاست وزرای اعظام معروض می دارد امروز 1 ساعت به غروب جماعتی از آقایان علما و وعاظ و قریب 5-6 هزار نفر از اهالی با حال هیجان به طرف دارالعیاله آمده اند. چند نفر از علما و سایرین نزد بنده آمدند. معلوم شد قصدشان استخلاص و مرخصی ماشاءالله قاطر نرسس ارمنی و همدستان او است. امضا جعفرقلی بختیار. اداره تلگرافی دولت علیه ایران. تلگراف از کرمان به تهران نمره 157 تاریخ 18 سوره 1300. مقام منیع ریاست وزرای اعظام دامت شوکته. کپی مقام منیع وزارت جلیله عدلیه. چند روز است 5 نفر مسلم را به اتهام قتل 1 نفر ارمنی اصفهانی توقیف. نظر به حسن ظن داعیان مذهب اسلامیت و دیانت آن 2 مقام منیع مستدعی است مقرر فرمایند در محضر شرعی یا بعد از احتیاج عدلیه در محکمه قانونی به اتهام مزبور مطابق قوانین اسلامیه رسیدگی و پس از صدور حکم به مدلول آن رفتار شود. الاحقر علی موسوی صحیح اقل محمد ابراهیم زین العابدین داعی محمد علی شیخ رئیسی الاحقر عبدالحسین داعی جمال الدین. مهر تلگراف خانه مبارک. از متن تلگرافی که زرتشتیان و ارامنه به تهران مخابره کرده اند چنین برمی آید که عده‌ای مردم را تحریک می کنند تا با اجتماع در جلوی نظمیه و با استناد به مباح بودن مال و خون ارامنه و زرتشتیان آزادی قاتل را بخواهند. اموال 1 تاجر زرتشتی به نام فریدون در کرمان به سرقت می رود. به نظمیه شکایت می برد. او را تهدید می کنند که اگر از شکایت خود نگذرد او و برادرش را به جرم دزدی به زندان می برد.
نخست وزیر وقت احمد قوام دستور می‌دهد از قراری که به وزارت داخله اظهار شده نظمیه علاوه بر آنکه اقدامی به عمل نیاورده مشار‌الیه را به دادن رضایتنامه مجبور و در صورت استنکاف تهدید کرده است که اگر رضایتنامه ندهد برادرش را سارق قلمداد خواهند کرد. قدغن فرمایید در این خصوص رسیدگی کرده و نظمیه را از این اقدامات منع نمایند و بالاخره اقدام مؤثری برای استرداد اموال مسروقه بکنند که رفع شکایت بشود. امضا احمد قوام. در تلگراف دیگری به تاریخ 11 دلو 1300 وزارت داخله به حکمران یزد دستور می‌دهد در شهر یزد جمعی اشخاص مفسده جو نسبت به جماعت زرتشتی و کلیمی تضییقات نموده دکاکین کلیمی ها را غارت کرده اند و مشغول تدارک اغتشاش آنجا هستند. اینطور حرکت جناب مستطاب عالی به هیچ وجه مقتضی نیست. لازم است سریعاً به مقر حکمرانی حرکت فرموده وزارت داخله را مطلع دارید. قتل ارباب کیخسرو. ارباب کیخسرو که از دوره دوم مجلس از سال 1288 شمسی تا سال 1319 شمسی نماینده زرتشتیان در مجلس بود، از همان آغاز کار ریاست کارپردازی مجلس به او واگذار شد و با کمال دقت و امانت حتی در دوران استبداد صغیر این وظیفه را انجام داد. ارباب کیخسرو عضویت انجمن آثار ملی و انجمن بنای احداث آرامگاه فردوسی، عضویت هیئت برگزاری جشن هزاره فردوسی، عضویت گروه مؤسس شرکت تلفن، ریاست و نظارت اداره راه آهن و کتابخانه و چاپخانه مجلس و ریاست انبار قلعه را در حیات سیاسی خود بر عهده داشت. کلیه فعالیت‌های ارباب کیخسرو در تمام دوران حیات او افتخاری بود. از جمله فعالیت‌های دیگر ارباب کیخسرو در مجلس پیشنهاد قانونی بود که به اقلیت‌های مذهبی حق می‌دهد که در مسائلی چون طلاق، ارث و ازدواج بر اساس قوانین مذهبی خود در دادگاه‌های عمومی حکم دریافت کنند. ارباب کیخسرو چنان به امانت مشهور بود که مسئولیت نگهداری جواهرات سلطنتی را به او محول کردند. ریاست وزرا نمره 5704 مورخه 23 هوت 1300 سواد مراسله مجلس شورای ملی. ریاست محترم وزرای عظام دامت شوکتهم در تعقیب مراسله به نمره 5170 مورخه 3 برج هوت در خصوص سؤال آقای ارباب کیخسرو نماینده محترم زرتشتیان راجع به جواهر و ذخایر سلطنتی و نظر به مذاکرات جلسه ششم برج جاری متمنی است به طوری که فرموده‌اند مطالب تقاضا شده را به علاوه 2 فقره ذیل 1 وضعیت اشیاء عتیقه‌ای که در سنه 1328 از همدان در ضمن حفریات استخراج در تهران نقل و در اتاقی مخصوص در دربار گذارده شد. 2 نتیجه محاکمه لسان الدوله که اخیراً آقای ارباب کیخسرو به سؤال سابق خود اضافه کرده اند تهیه و ارسال فرمایند. رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن الملک. کار مهم دیگر ارباب کیخسرو در زمان قحطی به دوران احمدشاه تهیه گندم برای نانوایی‌ها و کاستن از مرگ و میر مردم بود. روزنامه اطلاعات شماره 168 سه‌شنبه 14 رمضان المبارک 1330 قیمت 1 شاهی. مرکز: بر حسب خبری که به ما رسیده، بر حسب حکم هیئت وزرای عظام جناب ارباب کیخسرو به ریاست عموم خباز خانه ها منصوب گردیده
در اداره بلدیه قدیم که جنب بازار واقع است رسیدگی به امورات خبازخانه ها و گویا کلیه ارزاق خواهند نمود. امید است انشاءالله از حسن اهتمامات معظم الله وسایل استراحت عامه فراهم گردیده رفع سختی بشود. سند تکان دهنده زیر مذاکراتی را روایت می کند که ارباب کیخسرو با احمد شاه قاجار برای خرید گندم‌هایی که شاه احتکار کرده بود انجام داد. شاه قصد داشت این گندم‌ها را به قیمت گزافی بفروشد. آقای وثوق‌الدوله مرا انتخاب کردند که در هر جا ممکن است برای دولت خرید غله نمایم. به هر ترتیب بود از دور و نزدیک با وجود اشکالات فراوان گندم تهیه و به تهران حمل می‌شد. قیمت که در اول سال در تهران خرواری 35 تومان و در عراق 20 تومان بود، حالا در تهران به خرواری 90 تومان رسیده بود. حسبه هم با گرسنگی توأم شده و روزی 600-700 نفر از گرسنگی یا حسبه در تهران می‌مردند. چون سراغ داشتم احمد شاه گندم دارد، فوراً به فره‌آباد رفتم. شاهزاده موثق‌الدوله وزیر دربار و اسدالله شهاب‌الدوله رئیس تشریفات و صاحب اختیار رئیس دفتر بودند. به حضور شاه رسیدم و چگونگی را عرض کردم و استدعای گندم کردم. پرسید خرواری چند می‌خری؟ عرض کردم 90 تومان. فرمود از طرف انگلیس ها آمدن تا خرواری 150 تومان از من می‌خرند. داخل پرانتز در صورتی که انگلیس ها خبازخانه نداشتند که گندم لازم داشته باشند. پرانتز بسته. عرض کردم من برای خود نمیخواهم، پول مملکت است و از سوی دولت مأمور تهیه برای آسایش مردم هستم. اینها رعایای اعلی حضرتند و روزی اینقدر تلف میشوند. حق این است که از جیب مبارک عطا فرمایند. جواب دادند صحیح است ولی اجالتاً به این قیمت از من میخرند. من از خود گذشته عرض کردم آیا اعلی حضرت از امپراتور روس متمول‌تر خواهد شد؟ ببینید سرگذشت او چه شد؟ چون مرا خیلی عصبانی دیدم فرمودند وقت نهار است، باقی باشد برای بعد از نهار. عرض کردم من آمده ام برای مردم نان ببرم، جان بخرم، هرگز گوارا نخواهد بود خودم صرف نهار سلطنتی کنم. ولی به هر صورت وزیر دربار دست مرا گرفته بیرون رفتیم. بعد از نهار بالاخره 100 خروار از ایشان به 10,000 تومان خریدم و چک دادم در وجه حامل. گندم را گرفته فوراً به خبازخانه دادیم، اما گندمی مثل زهر که 300-400 نفر گیج و مریض شدند. در موقعی که حواله گندم را گرفتم و خواستم مرخص شوم عرض کردم که قبل از ظهر که به قصد فره‌آباد و شرفیابی آمدم تصور کردم به بارگاه سلطنتی می روم، اما متاسفانه اکنون از دکان علافی برمیگردم. در این موقع آقای حاج محتشم السلطنه وزیر مالیه کنار رفته و آقای ممتازالدوله وزیر مالیه شد. به منزل آمد که شاه گله دارد که همه راجع به این معامله حرف میزنند. جواب دادم حکایت میکنم، اگر خوب کاری کرده ام که تعریف است و اگر کار بدی است چرا کرده و میکنم. پایان نقل. اینها نمونه ای بود از خدمات کیخسرو به جامعه ایران. حال ببینید که او در قبال این خدمات چه اجر و پاداشی از مسلمین دریافت کرد. ارفع‌الدوله در خاطرات خود می نویسد پسر ارباب کیخسرو شاهرخ که به قصد تحصیل در انگلستان با من همراه بود
در راه دزدان قشقایی به طرف درشکه ما تیراندازی کردند و او کشته شد. چون هوا گرم بود قصد داشتند که او را دفن کنند. آقا سید یدالله کدخدای ده گفت این چون گبر است محال است بگذارند او را در قبرستان مسلمان ها دفن کنند. گفت در آباده چند نفر بهایی هستند. اهرامنه و گبرها می توانند آنجا مرده ها را دفن. جنازه را به آباده بردیم و در آنجا دفن کرد. پسر دیگر ارباب کیخسرو به نام شاه بهرام در بلند گوینده اخبار به زبان پارسی بود. او از اعمال رضاشاه و هیئت دولت سخت انتقاد می‌کرد. به همین دلیل رضاشاه کلیه خدمات ارباب کیخسرو را نادیده گرفت و به دستور او در سال 1319 شمسی مأمورین شهربانی ارباب کیخسرو را کشته و جسدش را در نزدیکی خانه او رها. در خاتمه این بحث چند جمله از ارباب کیخسرو نقل می‌شود. رنج و زحمت شبانه روزی را برای انجام وظیفه بر خود هموار می کردم که در عوض نیکنامی بیان مانند دیگران از خزانه مملکت برای تحصیل فرزندانم استفاده نکرده، حتی بعد از تربیت آنها را به دولت تحمیل و داخل خدمات دولتی نکردم. در زمان هرج و مرج و بی صاحبی کشور که هر کس می توانست برای خود امتیازی تحصیل کند من نکردم. هر کس اراده کرد با دول خارجه ساخت و استفاده ها نمود. من تنفر داشتم چنان که هنوز انگلیس ها با من خوب نیستند. در خدمات عمومی هیچ اجری نداشتم. حتی اعلی حضرت همایون شاهنشاهی پهلوی که در 9 آذر 1309 شمسی مرا احضار و امر فرمودند ریاست نظارت راه آهن را بر عهده داشته باشم و بعد مأموریت عقد قرارداد سوئد را دادند، در این 15 ماه دیناری به عنوان حقوق یا مدد معاش نگرفتم و حتی قریب 6-7 هزار تومان متضرر شدم. هر یک از پارسیان محترم که به تهران می آمدند خرج ضیافت و پذیراییشان به عهده من بود. 8 سال تمام از 1305 شمسی تا 1313 به خرج خود راه مشهد و طوس را طی کردم تا آرامگاه فردوسی در طوس به پایان رسید. پایان نقل. رضاشاه مخالفین خود را از سر راه برمی داشت و این رویه فقط به یکی از مخالفین او که جوانی زرتشتی بود محدود نبود. این قتل انگیزه مذهبی نداشت. رضاشاه اکثر کسانی که در به سلطنت رسیدن او مؤثر بودند را نیز به قتل رساند، مانند داور و تیمورتاش و غیره. ولی در داور است که فرزند شخصی که بدون دریافت مزدی سالها به جامعه ایرانی خدمت کرده است و جان هزاران نفر را در سال قحطی از مرگ نجات داده است کشته شود و از دفن او در یک قبرستان خرابه مسلمین هم جلوگیری کنند و به ناچار در شرایط آن روزگار باید به ده دیگری برای دفن برده شود. تعصب مذهبی آنچنان تأثیری در جامعه ایران داشت که حتی روشنفکران ایران هم از این در امان نماندند. در انقلاب مشروطه گروهی به منزل فریدون نامی زرتشتی حمله می کنند و او را می کشند. مشروطه خواهان خواستار مجازات عاملین قتل می شوند و مشروطه خواهان رهایی قاتل. در این میان حسن رشدیه بنیانگذار مدارس نوین در ایران که با مشروطه خواهان همراه و مخالف شیخ فضلالله مشروطه خواه بود با دشمنان مشروطه همصدا می شود. دلیل این موضع گیری شگفت‌انگیز را ماشاءالله آجودانی از وقایع الاتفاقیه چنین نقل کرده: در همین ایام شاهزاده سالارالدوله که در اشرت‌آباد خانه نشین بود وکالتنامه‌ای به رشدیه می‌دهد که یکی از دهاتش را بفروشد
و پولش را به او برساند. مشتریهای مسلمان زیاده بر 7 و 8 و 9 هزار تومان نمی خریدند، مگر غیر مسلم که قیمتها را بالا می بردند. یکی از همین غیر مسلمها فریدون فارسی بود. آنقدر قیمت را بالا برد که دیگر مشتری نماند. شاهزاده هم عرصه را بر رشدیه تنگ می کند که زمین را به فریدون بفروشد و قباله را بنویسد. رشدیه می نویسد 2 شب پیش از قتل فریدون از شدت اضطراب خواب نکرده با روح مقدس نبوی صلی الله علیه و آله در مناجات بودند که یا رسول الله، فردای قیامت این مؤاخذه را از من خواهید کرد که من به هر یک ذره مربع خاک ایران را اقلاً 1 مسلمان به کشتن داده. این خاک از زرتشتیان گرفته به دست شما دادم و تو به چه دلیل این همه اراضی را به دست زرتشتیان دادی؟ پس شر این آدم را از سر من رفع کن. به حمدالله صبح آن شب خبر در شهر پیچید که فریدون بدان تفصیل که میگویند مقتول شده. پایان نقل قول. ارامنه. راوندی درباره سیاست اقتصادی شاه عباس اول می نویسد او سیاست تقویت اقتصاد نواحی مرکزی ایران را در سر می پروراند و علاقه‌مند بود که تمام اقتصاد کشور را از دست چادرنشینان ترک خارج کند و به دست شهرنشینان ایرانی بسپارد. بدین جهت شهر ارمنی نشین جلفا داخل پرانتز جولاخ پرانتز بسته را تخریب کرد و ساکنین آن شهر را به ایران انتقال داد. نصرالله فلسفی درباره صفات و اخلاق شاه عباس می نویسد شاه عباس اول چنان که از مطالعه در تاریخ زندگانی خصوصی و سیاسی او برمی آید در صفات و اخلاق شخصی جامع اضداد بوده است. خودخواهی و درویش خویی، استبداد و ملایمت، ترحم و سنگدلی، گذشت و انتقام جویی، قدردانی و حق شناسی، قساوت و مهربانی، لئامت و بخشندگی، ستمکاری و فرشته خویی در وجود او با هم آمیخته بود و چنان به زودی تغییر خلق و خوی میداد که نزدیکان و ندیمانش از دریافتن ذاتی و طبیعی وی عاجز می شدند. ذات او جامع صفات متضاد بود، گاه از راه ملایمت و کوچکدلی مانند آب به حیوان و گاه به هنگام قهاری و عظمت به سرکشی آتش سوزان با مقربان آمیزش می‌کرد. از این راه آنان که به هنگام ملایمت برادرانه با او هم صحبت شده بودند به گاه جبروت و قهاری یارای آن نداشتند که به جرأت به جانب او نظر کنند. شاه عباس عده‌ای جلاد به نام چگین یا گوشت خامخوار در خدمت داشت که به فرمان شاه شخص مورد غضب شاه را زنده می‌خوردند. این مجازات وحشیانه از زمان مغولان به یادگار مانده بود. جلال الدین محمد یزدی منجم مخصوص شاه عباس درباره یکی از این زنده‌خواری‌ها چنین می‌نویسد: یار محمد میرزا شخصی را از قرابلان باقی خان امیر ازبک آوردند و هرچه از احوال پرسیدند سر به زیر انداخت و جواب نداد. حسب الحکم جهان متاع او را زنده خوردند. نصرالله فلسفی بر اساس عالم‌آرای عباسی نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس می نویسد با وجود اشتغال به امور سلطنت و ملکداری غالباً اوقات خود را به میخواری و طرب و استماع آوازهای خوب و بست عشرت و شادمانی و ساز و غیره می‌گذرانید.
شاه عباس چندان به شراب علاقه داشت که یکی از طبیبان معروف آن زمان را به نام قاضی مأمور کرد تا کتابی با عنوان جام جهان نمای عباسی در منافع شراب بنویسد. بندگان اشرف اقدس غلام به اخلاص امیرالمؤمنین حیدر کلب آستان خیرالبشر شاه عباس الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان خلدالله ملکه و سلطانه، این بنده دعاگوی از لباس شید و ریا آری قاضی بن کاشف الدین محمد را مأمور ساخت که رساله فارسی به عبارتی در کمال وضوح و اشتهار در منافع و آثار و قواعد آشامیدن و دفع مضار شراب نام شراب ناب نویسم و بعضی دقایق و تجارب که حکمای سابق بر آن اطلاع یافته باشند اضافه نمایم و از تدقیقات و تحقیقات علمی که از آن عوام از ادراک آن قاصر است معرا سازم. امتثالا لامره المطاع فی الإطاع والارباع کمیت قلم را در مزار سخن مطلق العنان ساختم. هر نقشی که از عالم غیب منعکس شدی بر این اوراق نگاشتم و این رساله فارسی را جام جهان نمای عباسی نام گذاشتم. امید که این نورسیدگان عالم غیب و لاهوت که از جهت اخبار حقایق از شهرستان قدس و ملکوت به بدرقه قلم به سواد خطه ختمی آیند مرغوب طبع بندگان اشرف باشد و به یمن نظر ظفر پیکر اکسیر اثر رواج و فروغ تمامتر یابد. در پایان کتاب این شعر را می آورد: این جام که فرموده عباس شه است، هر قطره از او به عالمی فیض ده است. جستم ز خرد چو سال تاریخش گفت، از جام جهان نمای جمشید به است. سال تحریر رساله 1307 هجری قمری. شاه عباس که در سال 1013 هجری قمری در آذربایجان و ارمنستان با سردار عثمانی سنان پاشا معروف به چاقال اغلی در حال جنگ بود، به شیوه نیاکان خود دستور داد که تمام شهرها و دهات ارمنستان را که سر راه لشکریان عثمانی بودند ویران کنند تا ارتش عثمانی با کمبود روبرو شود. به دستور شاه عباس ساکنین شهرهای جلفا و ایروان و دهات اطراف این شهرها را به شهرهای مرکزی ایران کوچ دادند. مورخان تعداد خانواده‌های کوچ داده شده را 60,000 خانوار تخمین می‌زنند. از این جمعیت 27,000 خانوار را به گیلان می‌فرستند. اغلب کوچ داده شدگان به دلیل کمبود غذا، ناسازگار بودن آب و هوا و مالاریا در راه تلف می‌شوند. هنگام انتقال از جلفا به اصفهان از 15,000 خانوار فقط 3,000 خانوار به اصفهان رسیدند و باقی در راه بر اثر گرسنگی و بیماری و حملات ایلات چادرنشین تلف شدند. 3,000 خانوار ارمنی به اصفهان میرسند و در زمینهایی که در جنوب اصفهان برای آنها در نظر گرفته شده بود ساکن شده و شهری می‌سازند به نام جلفای نو. جمعی از ارامنه را به دهات اصفهان و جمعی را به دهات بین اصفهان و شیراز می‌فرستند. گروهی از اینها بعد از 1-2 نسل مسلمان می‌شوند. شاه عباس به هنگام عقب نشینی در برابر ارتش عثمانی دستور مهاجرت و ویرانی مناطق ارمنی نشین را صادر کرده
و سربازان با شمشیرهای کشیده به دهکده ها رفته کدخدایان را احضار کرده و به سر شاه قسم می‌خوردند که اگر در چند ساعت مردم را گوش ندهند سر خود و زن و فرزندانشان بریده خواهد شد. نصرالله فلسفی با استناد به سفرنامه پیترو دلا واله متولد 1586 در ایتالیا می نویسد بعد از اینکه ارامنه در جلفای اصفهان ساکن شدند، شاه عباس به هر خانواده‌ای به نسبت عده افراد آن مبلغی به عنوان قرض میداد تا به کسب و کار و تجارت مشغول شوند و وام خود را به اقساط بپردازند. وام شاه با شرایط سختی همراه بود. اگر بدهکار در موعد مقرر دین خود را باز پس نمیداد، به همراه خانواده خود برده شاه میشد و اگر شاه دستور میداد مجبور بود که دست از دین و آیین خود برداشته و مسلمان شود. نصرالله فلسفی با اشاره به خاطرات تاورنیه می نویسد ارامنه ساکنین دهات بین اصفهان و شیراز غالباً به دین اسلام در آمدند. با این همه ارامنه در سلطنت شاه عباس در مقایسه با دیگر اقلیت‌های مذهبی آزادی بیشتری داشتند. آنان می توانستند برای خود حاکم و قاضی و کلانتر انتخاب کنند و در امور حقوقی و قضایی مطیع قوانین و مقررات شرعی و عرفی خود بوده و در اجرای مراسم و تشریفات دینی خود آزادی تام داشتند. تمایل شاه عباس به اتحاد با دولت‌های مسیحی اروپایی علیه عثمانی در امتیازات ارامنه ایرانی بی تأثیر نبود. در 33مین سال سلطنت شاه عباس 1329 قمری برابر با 1620 میلادی شاه به عده‌ای از ارامنه فریدن از توابع اصفهان و مازندران دستور می‌دهد که مسلمان شوند. به دستور شاه صدای اذان باید از کلیساهای آنها به گوش می‌رسید. اسکندر بیگ در تاریخ عالم‌آرای عباسی می‌نویسد دعوت نمودن جمعی از نصارا به دین اسلام. در این سال رأی عالم‌آرای همایون که ممهد بنیان دین و دولت و مقوی ارکان ملک و ملت است اقتضای آن نمود که گروهی از ارامنه و نصارا را که حسب الامر در فریدن و سرحد قرب جوار بختیاری اقامت و محل زراعت دارند به دین اسلام دعوت فرماید و از وفور ترحم و غمخواری که چون دنیا محل حوادث و دار فتور است مبادا در هنگام وقوع حادثه و عدم استقامت ملک از الوار قرب جوار که جور و اعتصاف جبلی آن طایفه است به ایشان که مطیع الاسلام و اهل ذمه اند دست درازی واقع شده، نساء و صبیان بذل عسر گرفتار آیند. جمعی از آن طبقه دعوت همایون را به قدم اذعان تلقی نموده طوعاً او کرهاً پذیرای فرمان شدند. غرض اصلی آن بود که در مواضعی که ایشان مسکن گرفته اند، معبدی که ساخته اند به مسجد شهرت یافته، آواز مؤذنی از آن برآید که شعار مسلمانی ظهور یافته، عاقبت حال ایشان به خیر و خوبی مقرون باشد. سیادت پناه امیر ابوالمعالی نطنزی مجلس نویس همایون را که آبن انجد از ملازمان قدیم این دودمان ولایت نشان است و از عهد سبی در ظل تربیت همایون شاهی نشو و نما یافته به شرف قرب و منزلت سرافراز و به کمال اعتماد و محرومیت از کفار ممتاز است. بدین خدمت سعادت افزا مأمور گشته و او حسب الامر اعلی متوجه این امر خیر انجام گشته به میانه آن جماعت رفت. بعضی را توفیق رفیق گشته،
به طوع و رغبت هدایت یافته و جمعی که ترک ملت مسیح به اغوا و تحریک راهبانان و کشیشان بر ایشان دشوار بود و تغییر کیش نصارا مکروه خاطر ایشان می نمود، به اندک تهدیدی که به قسیسان و رهبانان در ترک ممانعت نمودند از من متساعد گشته، به جز انقیاد چاره نیافته، به اکراه قدم در دایر مسلمانی نهادند و اکثر نساء و صبیان در شوق و شعف آمده بر یکدیگر سبقت جسته زبان به کلمه توحید و ترک ملت نصارا و قبول دین مبین و شریعت بیضا گویا می ساختند. سیادت پناه مشار الیه به یمن عاطفت شاهانه توفیق این سعادت عظما یافته تا موازی 5000 نفس به حلیه اسلام متحلی گشته شعار مسلمانی ظاهر ساختند و هر گروهی که به کلمه طیبه شهادتین زبان می گشودند کتب ایشان را از سواد انجیل و یأکون من هذا القبیل از دست کشیشان و قتیلان گرفته مقرر داشتند که معلمان مسلمانان ایشان را تعلیم قرآنی و احکام شریعت می نموده باشند و همچنین کل نصارای ارمنی را که نقل مازندران شده بود تکلیف مسلمانی کرده به دین اسلام دعوت فرمودند و مولانا محمد علی تبریزی بدین خدمت مأمور گشت اکثر آن طایفه دعوت پادشاه اسلام را پذیرفته از روی صدق و یقین و گروهی به اکراه العلم عندالله زبان به کلمتین جاری ساخته در زمره اهل اسلام انتظام یافتند. امید که حضرت رب الارباب منویات این امور خیریه را عاجلاً به روزگار فرخنده آثار همایون عاید گردانیده از عمر و دولت متمتع باشند. نامه شاه عباس به پاپ. این نامه دارای تاریخ نیست، اما پاسخ خواجه صفر بازرگان ارمنی حامل پیام شاه به پاپ نشان می‌دهد که این نامه بایستی حدود 1028 هجری قمری نوشته شده باشد. شاه عباس پس از ذکر القاب رایج آن روزگار می نویسد حضرت پاپا را بعد از اظهار خلوص محبت و دوستی و تبلیغ لوازم صداقت و اتحاد و یگانگی آنکه از تاریخی که فیما بین ما و حضرات سلاطین نظام فرنگیه به تخصیص عالی جاه خورشید کلاه منظور پادشاه اسپانیا طریقه محبت و دوستی و الفت و آشنایی مرئی و مسلوک داشته ابواب آمد و شد مفتوح است و از این جانب اصلاً در مراسم دوستی و حفظ سررشته اتحاد و یگانگی تقصیری نشده و جماعت کریستانان یا مسیحیان که به این دیار می آیند کمال عزت و حرمت می نماییم و توقع آن است که از آن جانب نیز همیشه این قاعده مرئی بوده و در ازدیاد محبت و دوستی کوشیده ابواب مراسله و آمد و شد مفتوح تجویز بیگانگی نفرماید. شاه عباس که از بدقولی پاپ و پادشاه اسپانیا و خودداری آنها از جنگ با عثمانی در زمان دلخواه خود عصبانی بود خشم خود را بر ارامنه ایران فرود آورد و دستور داد تا همه ارامنه بدهکار به شاه بدهی خود را فوراً پرداخت کنند. ثروتمندان بدهی خود را پرداخت کردند، اما فقرای ارمنی از باز پرداخت ناگهانی دین خود ناتوان بودند و تنها با کمک پاپ و با فروش اشیاء قیمتی کلیساهای خود از دین شاه رها شدند.
نصرالله فلسفی می نویسد در سال 1030 هجری قمری که شاه عباس برای بازدید از کارهایی که قرار بود آب کوهرنگ را به زاینده رود برساند رفته بود. در یکی از گردش‌هایی که ناشناخته می‌کرد شنید که 2 زن ارمنی از او به زشتی یاد می‌کنند. از این بابت آنچنان عصبانی می‌شود که دستور می‌دهد کلیه ارامنه ساکن بختیاری و فریدن به زور و یا به میل باید مسلمان شوند و کلیساها باید به مسجد تبدیل شوند. جنبش باب، پیش زمینه تاریخی. سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران با ظهور باب ابعاد و دامنه گسترده‌ای به خود گرفت. به دلایلی که در فصل‌های بعد بدانها اشاره خواهد شد، برخورد روحانیت شیعه با بابیان و بهائیان در بسیاری از ابعاد با برخورد آنان با دیگر ادیان و مذاهب متفاوت بوده و از منظر خشونت، پیگیری، تداوم، بیرحمی سرکوب بی‌نظیر است. ادعای مهدویت باب به سرعت با استقبال گسترده مردم روبرو شد. سرعت گسترش آیین بابی از شاخصه‌های این اقلیت مذهبی و از دلایل سرکوب خشن آن است. استقبال گسترده مردم از آیین نوظهور بابی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر قاجار و بخشی از دلایل سرکوب متفاوت بابیان را نشان می‌دهد. شکست ایران در 2 جنگ با روسیه، غرامت سنگینی که ایران باید به روسیه می‌پرداخت و مالیات‌های سنگینی که دربار قاجار به مردم تحمیل می‌کرد، فساد نهادینه شده روحانیت که به پشتیبانی حکومت و گاه دولت‌های روس و انگلیس بر مال و جان مردم مسلط بود، موجبات نارضایتی وسیع و گسترده مردم را در آستانه ظهور باب فراهم کرده بود. مردمی که از ظلم و جور دستگاه حکومت و روحانیون به جان آمده بودند، مشتاق تحول و بر اساس فرهنگ خود در انتظار منجی بودند که آنان را از تیر روزی نجات دهد. کسی که از متن فرهنگ غالب آن روزگار، فرهنگ دینی شیعه برآمده و روحانیت رسمی را هدف می گرفت که در آن روزگار از منظر مردم عامل مهم تیر روزی آنان بود، با زمینه آماده‌ای در میان مردم روبرو می شد. بابیت در بستر شیعه 12 امامی پدیدار شد و از منظر اصول اعتقادی بیش از همه ادیان غیر رسمی و مذاهب اسلامی به شیعه 12 امامی نزدیک بود. اما برخورد روحانیت شیعه با بابیان از منظر خشونت، شدت و تداوم سرکوب و بیرحمی که در اقداماتی چون اعدام، شمع‌آجین، شکنجه، کشتارهای جمعی و غارتهای مکرر، انواع و اقسام ممنوعیت‌ها و غیره تجلی می‌یابد، با برخورد روحانیت شیعه با ادیان غیر اسلامی و مذاهب اسلامی قابل مقایسه نیست. روحانیت شیعه در تاریخ 1000 و اندی ساله خود هر نوع دیگر اندیشی را سرکوب کرده است، اما بیرحمی، خشونت و تداوم سرکوب بابی‌ها و بهائیان در تاریخ روحانیت شیعه بی همتا است. دلیل اصلی برخورد متفاوت روحانیت شیعه با بابیان و بهائیان را تضاد ادعای اصلی بنیانگذاران این 2 آیین با پایه اصلی مشروعیت روحانیت شیعه و برخی تعالیم این 2 آیین توضیح دهند. اساس مشروعیت، قدرت و نفوذ روحانیت شیعه بر ادعای نیابت امام غائب استوار است. مدعای سید علی محمد مبنی بر اینکه امام غائب خود او است، مشروعیت روحانیت شیعه را منتفی می‌کرد.
برخی تعالیم باب نیز اساس روحانیت و نهادهای روحانی را برای همیشه نفی می‌کرد. روحانیت اسلامی بر آن است که پیامبر اسلام آخرین پیامبر بوده و قوانین قرآن، سنت و احکام اسلام ابدی و حق تفسیر انحصاری و تطبیق این قوانین با نیازهای زمان در انحصار روحانیت است. شیعیان معتقدند که با ظهور امام غائب برخی قوانین در شریعت اسلامی نسخ شده و احکام تازه‌ای جای آنها را خواهد گرفت. ظهور امام 12 در تفکر شیعه به معنای آن است که حق انحصاری قانونگذاری و تفسیر قرآن و سنت از روحانیت سلب شده و به امام واگذار می شود. ادعای مهدویت یا ادعای رابطه مستقیم با امام 12 روحانیت شیعه را از یکی از مهمترین مبانی مشروعیت و قدرت خود، حق انحصاری تفسیر و وضع قوانین از طریق فتوا محروم می‌کند. سید علی محمد باب نه تنها ادعای مهدویت کرد که بر آن بود که دین و مذهب به روحانیون و نهاد روحانیت نیازمند نیست. روحانیون به دوران قاجار گاه از سلاطین قدرتمندتر بوده و مدیریت اغلب عرصه‌های زندگی اقتصادی، آموزشی، حقوقی و قضایی مردم را در انحصار داشتند. روحانیون شیعه ثروت‌های هنگفتی را گرد آورده و به دوران قاجار با آلوده شدن به فساد به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زدند. روحانیت شیعه با دریافت خمس و زکات و صحن امام و درآمدهای حاصل از اوقاف و نذورات ثروت هنگفتی در اختیار داشته و بر املاک وسیعی مالکیت یا نظارت داشت. عرصه حقوقی، آموزشی، قضایی و مسائلی چون ازدواج، قراردادها، حکمیت و قضاوت در انحصار روحانیت بود. تا دوران پهلوی اول تمامی مسائل قضایی در دادگاه‌های شرع و با قضاوت روحانیون شیعه حل و فصل می‌شد و آموزش و پرورش به مکتبخانه‌ها و مدارس مذهبی منحصر بود. روحانیت با بهره‌گیری از ثروت هنگفت و نفوذ خود در میان مردم و با گردآوری مریدانی که در هیئت‌های عزاداری و اطرافیان ملاهای با نفوذ سازماندهی می‌شدند، در عرصه سیاست دخالت و خواستهای خود را بر حکومت‌ها تحمیل می‌کرد. حکومتگران به دلیل اعتقادات مذهبی یا ترس از واکنش مردم برانگیخته شده یا هر دو به خواستهای روحانیت تن می‌دادند. سهم روحانیت شیعه در قدرت سیاسی در دوران قاجار چندان افزایش یافته بود که اجرای بیشتر تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و خارجی جز با تأیید آنان ممکن نبود. باب بر آن بود که کاست یا لایه روحانیت باید از دین و مذهب حذف شود و رابطه انسان و خدا بی‌نیاز از واسطه است. دین بهایی شاید تنها دینی در جهان باشد که حتی برای باز تولید و آموزش دینی و اجرای مراسم و آیین‌های مذهبی با حضور روحانیت مخالف است و در این دین روحانی و نهادهای روحانیت وجود ندارد. ادعای نسخ شریعت اسلامی و حذف روحانیت از دین تنها دلیل برخورد متفاوت روحانیت شیعه با بابی‌ها و بهائیان نبود. برخی آموزه‌های سید علی محمد باب و بهاءالله بنیانگذار بهائیت نیز در این زمینه نقش مهمی داشت. باب برای زنان حقوقی مساوی با مردان قائل بود و این آموزه نه فقط در ایران دوران قاجار که زنان در حرمسراها و اندرونی‌ها میزیستند و هیچ حقی نداشتند که حتی در ایران کنونی نیز با برخی از مهمترین
سنت‌های مرد سالار جامعه و قوانین تبعیض آمیز عرفی و شرعی در تضاد آشکار است. باب در زمانی که فرا گرفتن، خواندن و نوشتن حتی برای دختران شاهزادگان و ملایان رسم نبود، تأسیس مدرسه برای زنان را لازم می‌شمرد. برای تأسیس چاپخانه و پست اهمیت قائل بود. تقلید مردم از مجتهدان را جایز نمی‌دانست. حکم جهاد را حق روحانیون نمی‌دانست. نماز جمعه و سخنرانی از بالای منبر را منع کرده بود. به دورانی که باب تأسیس مدرسه برای زنان را پیشنهاد می‌کرد، حتی روحانی اصلاح طلبی چون آیت الله نائینی نیز با هر نوع تأسیس مدرسه پسرانه و دخترانه مخالف بود. نائینی فتوا داد که الهذا بردن اطفال بیگناه که مواهب ودایع الهیه اند به چنین کارخانه‌های بیدینی و اعانت و ترویج آنها و غیره و صرف 1 درهم مال برای آنها تیشه زدن به ریشه اسلام است. جمادی الثانی 1341 الاحقر محمد حسین القروی النائینی. آموزه‌های باب در دوران قاجار انقلاب بزرگی را در فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و سیاسی سبب ساز می‌شد. بدان روزگار افکار مشروطه خواهی و تمایل به صنعتی کردن جامعه و مدرنیته در میان پیشروترین لایه‌های جامعه باب شده بود، اما باب نه فقط در میان لایه‌های تحصیل کرده که در توده‌های مردم نفوذ داشت. روشنفکران ایران از مشروطه تا کنون در میان توده‌های مردم نفوذ نداشته و توده‌های مردم همواره پایگاه و شکارگاه خصوصی روحانیت شیعه بودند. باب چون روشنفکران دوران مشروطه خواهان تحول اجتماعی بود، اما برخلاف آنان در توده‌های مردم نفوذ بسیار یافت و این نفوذ روحانیون شیعه را به دشمنی بیشتری با باب برمی‌انگیخت. استبداد سیاسی حاکم و روحانیت شیعه سرکوب مشروطه‌خواهان را در دستور روز خود گذاشته بودند و برای بدنام کردن رهبران انقلاب مشروطه و فراهم کردن توجیه عوام پسندانه برای سرکوب آنان، دارندگان افکار نو را به بابیگری و بهائیگری متهم می‌کردند. شعری از علی اکبر صابر فضای آن روزگار را تصویر می‌کند. احوال پرسی یا گفتگو. چه خبر مشتی؟ سلامت باش آقا. خب بگو. حاجی احمد هم روزنامه گرفت. خود او؟ تو خودت دیدی گرفت؟ خیر، آقا میگوید. چی دیگه مونده در این شهر برایم؟ یاهو، کار آن ملعون هم پس به خدا قلابی است. منکر دین شده، گمراه شده، او بابی است. دیگه چی؟ ها؟ پسر حاجی فرج میرزا ولی برده مکتب پسرش. وای، ها آن قرمساق؟ بله. کی به تو گفت؟ بگو. والا نمیدانم کی. پس بر او لعنت بفرست. تو با صوت جلی. کار آن ملعون هم پس به خدا قلابی است. منکر دین شده، گمراه شده، او بابی است. دیگه چی؟ تازه خبر. میشناسی غفارو؟ بله. کدوم غفار؟ پدر میرزا مناف خپله؟ بله میشناسم. گپ میزد با مردی غریب. کی میگفت؟ ها، شورخان، صنم نوح خونه. کار آن ملعون هم پس به خدا قلابی است. منکر دین شده، گمراه شده، او بابی است. باز هم تازه خبر. بله،
همسایه کریم. بله. ها. خب چی میگفت؟ بگو ببینم. ملا نصرالدین میخوان خودش با پسرش. همه کافر شده. من بیخبرم. کار وخیم. کار آن ملعون هم به خدا قلابیست. منکر دین شده. گمراه شده. او بابیست. من شنیدم که صمد مالشو داده به فروش تا به او رسیده بفرسته برادر کوچولوش. این خبر راسته، ولی این را بدان که پسرش چکمه پوشیده و همزلف گذاشته رو سرش. کار آن ملعون هم پس به خدا قلابیست. منکر دین شده. گمراه شده. او بابیست. راستی یک خبر دیگه. میگن کبلاشور هست با مدرسه چیها شب و روز او محشور. بله این راسته. بله. حیف از آن دولت. برده دولت اونو ای مشهدی از راه خدا. کار آن ملعون هم پس به خدا قلابیست. منکر دین شده. گمراه شده. او بابیست. راست این که بدل کرده برام مضمون گوک. حرفها گفته واسه مرسی خان مفلوک. بله قربان. شده یک بارچه او لامذهب. تو نمیبینی که از چاقی شده عینن خوک. کار اون ملعون هم پس به خدا قلابیست. منکر دین شده. گمراه شده. او بابیست. بدین ترتیب هر کس که روزنامه میخواند، چکمه میپوشید، مدرسه میرفت، بابی از دین برگشته و مهدورالدم بود. بابیان به دلیل عقاید اصلاح طلبانه و نفوذ خود در میان مردم می توانستند به مهمترین اهرم تحول اجتماعی و فرهنگی ایران بدل شوند. اما امیرکبیر صدر اعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه به جای بهره‌گیری از توانایی‌های بالقوه و بالفعل و نفوذ گسترده بابیان در میان اقشار گوناگون جامعه آنان را سرکوب کرد. تجار و روحانیون جوان و رهبران فکری و سیاسی انقلاب مشروطه نیز به جای متحد شدن با بهائیان که از منظر برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نزدیکترین گرایش به آنان بودند، علیه آنان سنگر گرفته یا در برابر سرکوب بابیان سکوت کرده و از آنان دوری می جستند. هدف اصلی سید علی محمد باب نسخ شریعت اسلام و نفی روحانیت شیعه و نهادهای وابسته به آن بود. باب شریعت و فقه شیعه را منسوخ و نامتناسب با نیازهای زمان و زمانه ارزیابی می‌کرد و بر آن بود که روحانیت شیعه با پاسداری از شریعتی که روزگار آن سپری شده مردم و کشور را در جهل و عقب ماندگی نگه داشته است. باب سودای قدرت سیاسی در سر نداشت و به تحول فرهنگی و دینی دل بسته بود. در آن روزگار برخی درباریان و سران دیوان سالاری ایران نیز راه نجات از عقب ماندگی را در تحول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی می‌دیدند و برنامه‌های گوناگونی را برای اصلاح دربار، دیوان سالاری و دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌کردند. اصلاح طلبان دوران قاجار در حکومت و مشروطه خواهان در جبهه انقلاب با استبداد سیاسی و دینی و مقاومت مستبدان درباری و روحانی روبرو بودند. باب روحانیت و شریعت اسلامی را هدف گرفته بود و در این زمینه و نیز در طرح اصلاحات مهم
با اصلاح طلبان حکومتی و مشروطه خواهان همراه بود. باب می‌کوشید تا شاه و درباریان را به اجرای اصلاحاتی به سود مردم تشویق کند و درباریان و دیوان سالاران اصلاح طلب نیز در آغاز در او به چشم کسی می‌نگریستند که رها از سودای قدرت طلبی سیاسی علیه روحانیونی که به دستاویز حفظ شریعت اسلامی با هر نوع اصلاحاتی در هر زمینه‌ای مخالفت می‌کردند، سر به شورش برداشته است. فریدون آدمیت در این زمینه می‌نویسد: تا آنجا که می‌دانیم تاریخ باب این معنی را مسلم می‌نماید که سید علی محمد در پی جنگ و آشوب نمی‌گشت. اساساً مرد نیک نفسی بود و در خوی و منش او ستیزگی نبود. به گفته گوبینو او قصد نداشت به پیام خود رنگ سیاسی دهد و به پیکار علیه دولت برخیزد. یک جهت تبلیغش این بود که خود را امام زمان یا مهدی موعود می‌خواند و در جهت دیگر از دستگاه شریعت انتقاد می‌نمود. شیوه سید سبب شد که دولت با او به مدارا رفتار کند. فقط ملایان بودند که مقام خود را به خطر دیدند و سر دشمنی برداشتند. حتی از نامه صدر اعظم وقت که خواهیم آورد روشن می شود که دولت به تلقین روحانیون در برانداختن باب اعتنایی ننمود. نکته با معنی دیگر این که چنان که می دانیم چون باب مورد تعرض علما قرار گرفت به دولت روی آورد و دولت گفت ادعای خود را در جمع ملایان عرضه بدارد. به عبارت دیگر حکومت از جانب او اندیشناک نبود و سید را عامل قیام سیاسی نمی شناخت. هما ناطق می نویسد شاید بتوان گفت که امیر کبیر از کشتن باب و آزردن بابیان طرفی نبست، حتی دست تنها ما. او که شیفته نوآوری و آبادسازی و اصلاح بود میبایست نواندیشان را برکشد تا بتواند با خودکامگی نظام ناصری و استبداد دینی درافتد. دیدیم که بابیان دست کم و نخست در گسترانیدن آرمانهای خود روی به دولتمردان آوردند. حتی میتوان گفت با آنان بودند و نه بر آنان. پایان نقل قول. دولت وقت و روحانیون در سرکوب جنبش بابی موفق شدند و جنبش را از پویایی باز داشتند. اما شکست جنبش بابیان شکستی سیاسی و نظامی بود و اندیشه ها و ایده های آنان در جامعه تداوم یافت. هما ناطق می نویسد گرچه حکومت در سرکوب بابیان در همه ولایات پیروز شد، اما در سرکوب اندیشه های بابی کاری از پیش نبرد. در سال 1856 برابر با 1272 قمری گوبینو نوشت آن مکتب به هیچ وجه در ایران نمرد.